خب تو یه روز آفتابی و فعلا با هوای خوب داریم میریم به سمت آبشار نیاگرا یا نایاگرا فال. نیاگارا میگم به فارسی، نایاگرا فال، که توی مرز استان اونتاریو در کانادا و ایالت نیویورک در آمریکاست. یعنی خواهیم دید که این بر کانادا حساب میشه، اون بر میشه سمت آمریکایی و ایالت نیویورک. با مهرشاد و زهرا و علیرضا در حال رفتنیم. فکر کنم یه چیزی هول و هوش 1 ساعت و 40 دقیقه تو راه باشیم از تورنتو به سمت نایاگرا فال. دیگه توضیحات بیشتر رو من همونجا در کنار آبشار بهتون میدم. برای در طول مسیر هم کنار هم هستیم و میبینیم. ولاگ جذابی قرار باشه، تا تهش همراه باشین. لایک و سابسکرایب. مزیت‌های خودروهای الکتریکی اینه که شما یک لاین مجزا میتونید تو اتوبان داشته باشید. این لاینی که الان توش هستیم برای خودروهای دو سرنشین به بالا و خودروهای الکتریکی است. لاین‌های کنار برای خودروهای بنزینیه که دیگه خب ترافیک بیشتری، فشردگی ترافیک بیشتری داره. می‌بینید که ما سرعت بیشتری نسبت به اونا داریم. اینها از مزایای خودرو الکتریکی که شما رو سریع‌تر به مقصد میرسونید. داریم میریم به سمت آبشار و میانه راه هم یک نهار خواهیم خورد. یک هوای بهاری با مهرشاد علیرضا داریم میریم نهار قبل از اینکه برسیم به آبشار. مرشد نظر چیه؟ با عینک امروز خیلی جدی‌تر شدی. میکروفون استفاده نکردی. نظرم موافقه. نظرش موافقه. زهرا هم داره میره به سمت لیک. دریاچه میگین شما؟ اونتاریو لیک. دریاچه اونتاریو و صحنه‌های زیبایی رو داره. نظر چیه درباره اینجا؟ زیباست. آره. بعد الان میبینی خب هوا خیلی عالیه، یعنی مثلا چیزی بلوش 14 درجه است، ولی یهو عصر که میشه اصلا انگار وارد یک دنیای دیگه میشی. یعنی ممکنه اتفاق بیفته. چجوری بگم؟ وارد دنیای دیگه. دقیقاً. شهر نایاگرا هستیم. در این سمت من در انتهای پلی که بهتون نشون دادم ایالت نیویورک رو می‌بینیم و صدای آبشار نیاگارا تا اینجا هم داره میاد. خیلی جالبه و از همینجا میشه عظمتش رو فهمید و البته از اون دور هم داریم می‌بینیمش تا بهش برسیم. لحظه جذابیه. و خب الان که من دارم ویدیو ضبط میکنم اولین برخوردم با آبشار کوچیکتر نیاگارا بود در انتهای این مسیر. بله بریم نزدیکتر. خب من ترجیح دادم که صدای محیط رو بشنوید و این عظمت واقعا جذاب آبشارهای نیاگارا
خب بالاخره رسیدیم به آبشار نیاگارا. من دارم از این میکروفون استفاده می‌کنم نویز کنسلینگ محیط داشته باشیم، ولی واقعا صدا و عظمتی که این آبشار داره اصلا این چیز عجیب غریبه و چیزی که فکر می‌کردیم با زهرا قبلش از اونی که فکر می‌کردیم هم بزرگتره. خب این آبشار جزو بزرگترین آبشارهای جهانه و در واقع به اون پرآبیش معروفه. خودش هم تشکیل شده از 3 تا آبشار کوچیک کوچیک و جالبه که حالا این آبشارهایی که داریم پشت سر هم می‌بینید و پشت سر هم می‌بینید توی آمریکا قرار داره و نمای کانادایی آبشار نیاگارا از نمای آمریکایی جذاب‌تره. به خاطر همین خیلی از آمریکایی‌ها میان این بره پل تا از این سمت ببینن آبشار رو. و خود آبشار هم که دیگه فکر کنم یه چیزی هولوش 12,000 ساله که از اولین اکتشافش میگذره. بسیار پرآبه و به اون سرعت آب و خروشان بودن آب توی سقوط آب در واقع معروفه و ارتفاعات متفاوتی هم داره. 50-60 متر ارتفاع برای سقوط آب داره و خود اینجا هم توی یک شهر نیاگاراست که همینجوری که گفتم در استان اونتاریو و هم مرز با آمریکا در ایالت نیویورک و خب الان ما در نزدیکترین فاصله به آمریکا هستیم که اینم برای من به شخص خیلی جذابه کلا دیدن آمریکا. امیدوارم که زودتر اتفاق بیفته، ولی خب الان ما همجوار با نیویورک هستیم و زیبایی‌های اینجا اینقدر زیاده که ترجیح میدم خیلی روش حرف نزنم، تصویرها رو شما بیشتر ببینید و امیدوارم که حال کنید و خلاصه تو این روزی که اینجا هوا خیلی جذابه، خیلی آسمون خوشگله، شما هم از دیدن این جذابیت‌ها لذت ببرید و تمام. سرحال نظر خودت هم بگو بمونه. به نظر منم واقعا خیلی شگفت انگیزه. یعنی این حجم آبی که همینجوری داره میاد و برخوردش به این صخره‌ها و اینا خیلی جذابه. آره یه نکته هم که هست توی فصل‌های گرمتر، یعنی 6 ماه اول سال، این وسط هم در واقع یک سری قایق هست که میان توی آب و اون زیر آبشار شروع میکنن به شنا کردن. جالبه که من تو ویدیوها دیده بودم مثلا برای که وارد مرز آمریکا نشین، قایق‌هایی که از سمت کانادایی میان با قایق‌هایی که از سمت آمریکایی میان روپوش‌ها و لباس‌های متفاوتی میپوشن آدم‌ها که اینا قاطی نشن. ولی به طور کلی خب برای کانادایی‌ها که این رفتن به آمریکا خیلی چیز عجیبی نیست، خیلی راحته. از همینجا انگار که دارین وارد یه کوچه اونورتر میشین. ولی اگر که خب ایرانی باشین باید شما ویزا داشته باشین برای آمریکا و مواردی که دیگه خودتون میدونین. دم علیرضا و مرشاد هم گرم که امروز همراهمون بودن و هستن. بریم در ادامه زیبایی‌های اینجا رو بیشتر ببینیم. خب ما داریم این مسیر کنار نیاگارا رو قدم میزنیم تو این هوای جذاب. مسیر رو عوض کنیم که دست و پای آدم رو نباشیم و این آسمان زیبای شهر نیاگارا. خوب هم امروز خلوته. چقدر زیباست، خیلی عالیه. سنجاب‌های معروف کانادا رو می‌بینی و خیلی نزدیک آدم‌ها نمیان و فرار میکنن. خب همونجوری گفتم آبشار نیاگارا به مجموعی از آبشارا گفته میشه. یه دونش اینه که الان دیدین، یه دونش هم اینه که این یکی بهش میگن آبشار آمریکایی چون کلا تو آمریکاست و این آبشار نعل اسبیه به خاطر شکل نعل اسب که توی کاناداست و خیلی بزرگه. برای اینکه عظمتشو ببینید از این سمتش تا این سمتش
یه چیزی هولوش 1 کیلومتر 900 متره و واقعا بزرگ و عظیم. همینجور که به ساعت غروب میرسیم این صدای نور خورشید روی نیاگارا زیباتر از آبکر نیاگارا. اگر این بر منو ببینید خورشید در حال غروب کردنه و تصاویر بی‌نظیر رو داره میسازه. واقعا فوق‌العاده است و واقعا جای شما خواهید. ببین مرشا، بله تا حالا شده بیا اینجا بعد برات بگن که این خطه رو میبینی؟ خب قبلا آب تا اینجا بود. حالا دیگه اون خطه اونجا رو ببینی آب تا اونجا بود، مثل سد کرج. آب الان رفته پایین و تمام تمام. اینجا شهر نایاگراست. کلی مغازه‌های کوچیک کوچیک داره، رستوران داره و اگر بخواید سرگرم شین تو این شهر، یه شهر کوچیک باحال هم کنار نایاگراست که میتونید برید و لذتشو ببرید. و ما میریم یه دوری تو این شهر. Trees are green, the ocean is gray, sky is a vague blue, come my way. My room is a mess, it could use a hand. My favorite TV shows to capture in. I know I must get it right, must get back in the fight. This can't be a surprise, I think I let it slide. I'm sleepwalking through all of my problems, I know I can't make it. اینجا مغازه کوکاکولا انواع لیوان و فارچه و هر چیز کوکاکولا اینجا میتونید بگیرید توش نوشابه بزنید عشق کنید. این انواع کوکاکولا جات کیف کنید اصلا. مرشان من دارم عشق میکنم. فاضل کوکاکولا اون چیزی که همیشه آرزوشو داشتیم. شمع کوکاکولا. این وقتی تو خونه شمع رو روشن میکنین همه جا بون نوشابه میگیره. جورابه کوکاکولا. بریم با هم جورابه کوکاکولا رو هم ببینیم. بستنی کوکاکولا و جوراب کوکاکولا ها. شبیه هدبند آقای استیلی موقعی که داشت گل میزد. اونم شاید کوکاکولا بوده. مرشد اگه باشه خب چون انتخاب میکنه زیرو دایت. آره فکر میکنه که ضررش کمتره. Left and right.